بینندگان و شنوندگان عزیز، به رادیو تلویزیون ایران زمین خوش آمدید. رادیو تلویزیون ایران زمین رسانه‌ای است ملی برای تمامی ایرانیان با تنوعات قومی، فکری، عقیدتی، مذهبی و غیر مذهبی. رادیو تلویزیون ایران زمین رسانه‌ای است با هدف یاری رساندن به مقاومت ایران به کانون‌های شورشی در داخل کشور و تمامی مبارزین که قلبشان برای حقوق بشر و آزادی می‌تپد. دست همکاری و یاری به سوی شما برای بهبود کارمون دراز می‌کنیم و از تمامی انتقادات، پیشنهادات شما برای بهبود برنامه‌ها استقبال می‌کنیم. برنامه‌های ما کاری از بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونمونو سرگردونم، پریدم از خواب. دیدم شبه، دیدم تاره، قصه داس و گندم زاره، اما باز دلم امید داره به صبح افتاد. سلطان قلبم، نفسهای ایران، رویای من، مردم شاد ایران، جسم و تن و روح و دار و ندارم، فدای ایران. ایران زیبای زیبای زیبا، ایران تنهای تنهای تنها، جوان زند یه روزش که چشما از خاک ایران. خوابم نمیره، بیدارم، منم حق زندگی دارم، به خودم اینو بده کارم، ایران آرام. اکنون نباید بشینم ببینم غمهای بی‌وقفه سرزمینم، جانم تو، آیین و ایمان و دینم، تو ای سرزمینم. بلوچ، کرد و لر، ترک، عرب فرق نداره، کسی این روزا خواب راست نداره، با هر پوشش و اعتقادت برای ایران آزاد، ایران آزاد آزاد آزاد، ایران آباد آباد آباد، جسم و تن و روح و دار و ندارم، فدای ایران. این اوضاع اون مملکتی که یارو میگفت فضاش خوبه. آره خیلی خوبه، فقط خوبیش داره نور بالا میزنه. آقایان مسئولین تو کدوم غار دارید زندگی میکنید؟ ما آروم میگیم نمیشنوید، داد میزنیم نمیشنوید، طنز میسازیم نمیشنوید، فحش میدیم نمیشنوید. مملکت دست پینوکیو بود، الان اوضاع ما خیلی بهتر از این بود. تو قرن 21 روزی 5 ساعت داره بقیه شهرها میره. تو قرن 20 ملت با هوش مصنوعی دارن سفر در زمان امتحان میکنن، ما وسط جهنم ساختیم. این همه برنامه‌ای که شما واسه مردن ما داشتید، واسه زنده بودن ما داشتید، اصلا وضع ما این نبودش. خود دربون جهنم بیاره اینجا وضع زندگی ما رو ببینه میگه بابا من به یزید و شم انقدر سخت نمیگیرم، شما به مردمتون انقدر سخت گرفتید. هر جور نگاه میکنم این خونه شبیه خونه‌ایه که مولیانه زده. دیگه با یه دست سرروش کشیدن و گشتکاری درست نمیشه، باید یه گودبرداری اساسی بشه. یه ساختمون هم بخوای تمیز کنی، تو از پله اول نمیتونی تمیزکاری رو شروع کنی، باید بری از اون بالا تمیز کنی، بریزی بیای پایین. بعد تازه با افتخار تیتر هم زده بودن تابستان علاوه بر این که برق میره اینترنت هم میره. ای کاش پشت سرش خودتون هم برید ما یه نفس بکشیم. تازه این اوضاع مملکت مال امروزه. با این دستفرمون که اینا دارن میرن تابستون، طبق گفته های خودشون ملت باید دنبال تهیه آفتابه و باد بزن باشن. ولی به قول اون یارو فرصت ها زیاد و اوضاع گل و بلبل و فضای کلی کشورم فضای خوبیه. خوشبختانه در کشور فرصت ها هم زیاده الان، یعنی فضای عمومی کشور مسئله خاصی وجود نداره، نه جنگ داریم نه بیماری داریم، بنابراین فضای کلی کشور الان فضای خوبیه.
یه جوری میگه جنگ نداریم، بیماری نداریم که انگار الان بقیه دنیا تو جنگ جهانی سومن یا تو سویه‌های کرونا دارن بالبال میزنن. بعد میگه کشور رو براتون طوری نگه داشتم که جنگ نداریم. اولا که جنگ داری، نه با این و اون، با خود ملت ایران. 45 ساله داری که با ملت میجنگی. کشتارهای دهه 60، قیام آبان 98، 401، همین موجه اعدام‌های اخیر، اینا رو که یادمون نرفته. بعد دوما مگه توی جنگ قراره چه اتفاقی بیفته که الان نیفتاده؟ کشتارش رو که تو داری میکنی، خسارت‌هاش رو هم داری وارد میکنی به مملکت. و این خسارتی که به اقتصاد کشور وارد شده معادل 5 تا جنگ تحمیلیش. خب ما 2000 میلیارد رو طی این 20 سال خسارت دیدیم، عدم النفع داشتیم، به دست نیاوردیم. یعنی چیزی برابر 5 تا جنگ 8 ساله. انگار 40 سال کشور درگیر جنگ بوده توی این 20 سال. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین، وقتتون بخیر و ایام به کامتون. امیدواریم که ایام را با خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید و خوشحال هستیم که با دفتر دیگه ای از مجموعه برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین به دیدار شما عزیزان اومدیم. دوستان اجازه بدین تا 332مین جنگ هفته رو با گفتار کوتاهی در رابطه با طرح جدید و سرکوبگرانه رژیم به نام مدیریت محله محور آغاز کنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای طی سخنانی پرده از ورود گسترده بسیج سرکوبگر به شهرها برداشت. وی که در جمع کارگزاران حکومتی سخن می‌گفت، از طرحی تحت عنوان مدیریت محله محور برای اقدامات سرکوبگرانه و کنترل اوضاع توسط بسیج ضد مردمی سخن گفت که قرار است تا محله‌ها و مناطق شهرها را تحت کنترل خود در بیارند. به یقین راه اندازی دوباره بسیج به کوچه و خیابانها ریشه در وضعیت انفجاری جامعه داره، زیرا دیکتاتوری ولی فقیه به شدت از روند رو به رشد اعتراضات به حق از سوی گسل‌های مختلف در ایران و همچنین بنبست در سیاست خارجی به وحشت افتاده است. بدینسان رژیم آخوندی با اهرامی به نام سرکوب، بگیر و ببند و تشدید جو امنیتی در شهرها تلاش میکنه تا از انفجار جامعه و قیامها جلوگیری به عمل بیاره. پزشکیان رئیس جمهور دست نشانده ولی فقیه در این رابطه می‌افزاید: محله محور بستری مطمئن برای کاهش نابرابری، ارتقاء سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات است. و با این سخنان مشخص میشه که در سایه نبود هر گونه پایگاه اجتماعی و به دلیل تراکم خواسته های به حق از سوی جامعه دردمند ایران، تنها راهکار رژیم همان نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج و اطلاعاتی با هدف حفظ وضعیت موجود می باشند. در این نشست که پاسدار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز حضور داشت، وی از آمادگی بسیج و سپاه برای همکاری با دولت به منظور حل مشکلات کشور سخن گفته است. همچنین رئیس سازمان بسیج سرکوبگر نیز از تشکیل 30,000 شورای تحول محله با هدف شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای هر محله و حل مسائل آنها خبر داد. بر این منطق ولی فقیه تلاش داره تا به مانند دهه 60 نمونه کپی برداری شده از طرح خانه‌گردی رو راه اندازی نماید و از این طریق دوائر اطلاعاتی و امنیتی رژیم نیز بر این باور هستند تا با راه پیدا کردن به منازل و محل زندگی مردم، آشنایی با شیوه زندگانی، میزان تنفر و نیز پتانسیل انفجاری هر خانواده را با مجموعه دیگری از اطلاعات جمع‌آوری محک زده تا برای مقابله با آن دست به طرح و برنامه‌های بعدی بزنند. همچنین این طرح در منطق خود نیز ردیابی اعضای کانون‌های شورشی و شوراهای مردمی در کشور که اکنون سیستم اعصاب حکومت را برهم زده و به چراغ امیدی برای حرکت و قیام از سوی توده‌های به جان آمده تبدیل شدند را دنبال می‌کنه. بر این اساس و با نیم نگاهی به منظر شهرها به خوبی میتوان به واقعیتی به نام امنیتی نمودن چهره جامعه رسید. علائم این سیاست را نیز طی هفته‌های گذشته با
با طرح سرکوبگرانه دیگری به نام ورود نیروی انتظامی به مدارس و مراکز آموزشی کشور تجربه کردیم که وزیر آموزش و پرورش در دولت 14 به هنگام ارائه این طرح با وقاحتی بی حد و اندازه خود را سرباز پاسدار جنایتکار رادار نامیده است. سخن از وحشت رژیمی است که تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبدی به نام سرکوب عریان قرار داده است. نمونه‌هایی مانند صدها هزار دوربین مداربسته برای تشخیص چهره، به کارگیری پهپاد برای شناسایی مخالفین، استراق سم تلفنی و شنود شبکه‌های اینترنتی، راه‌اندازی طرح رضویون، سازماندهی تورهای امنیتی تحت عنوان طرح محله محور با نیروی سرکوبگر بسیج برای شناسایی مخالفان، مبارزان و اعضای کانون‌های شورشی رو باید جستجو نمود. متولی اصلی این طرح نیز سپاه ضد مردمی پاسداران با تمامی دوائر اطلاعاتی وابسته به اون می باشند که تماماً تحت فرمان و بیت خامنه‌ای عمل می کنند. لذا در یک جمع‌بندی اجمالی باید گفت که رژیم به دلیل فشارهای رو به رشد جامعه، به دلیل وجود یک مقاومت سازمان یافته و نیروی پیشتاز جنبش به نام مجاهدین، به دلیل عدم مشروعیت و عمق تنفر اجتماعی و همچنین شکست سیاست‌های استراتژیک در این شرایط کاملاً قفل شده، یعنی به قول خودشون به مانند برف در حال آب شدن هستند. خب بعد از این کلیپ خاطر انگیز و تاریخی حال به ادامه برنامه میپردازیم. در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوبمون: بهرام مودت، شیلا نینوایی، حمید معاصر و میترا هرسینی
با قطعات فرهنگی، ادبی، هنری، موسیقی، شعر و طنز که از تمامی اونها ممنون و ایامی خوش براشون آرزو داریم. همانطور که اطلاع دارید جنگ هفته مجموعی از برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین و کاری از بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه که امیدواریم سبد این هفته هم مورد استقبال شما قرار بگیره. لازم به ذکر است که برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین از طریق فیسبوک و در کانال پژواک همبستگی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی قابل دریافت می باشه و همچنین برنامه‌های ما در روزهای یکشنبه و دوشنبه در همین کانال و زمان در یوتیوب در روزهای شنبه و سه‌شنبه در کانال پژواک همبستگی بازپخش میشن. زمان پخش برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین را به دوستان و علاقمندان هم اطلاع بدید. آرشیو برنامه‌های تلویزیون ایران زمین نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب در کانال ایران زمین تیوی، در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی و همچنین در تلگرام در کانال رادیو تلویزیون ایران زمین و اینستاگرام در کانال جنگ هفته قابل دریافت هستند و ویدیو کلیپ اون رو میتونید تماشا کنید. دکتر غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ ایران معاصر. جاپای ما در ذهن همه دنیا باید باقی بماند. اگر این کار را نکنیم مرده ایم و اگر این کار را بکنیم تیر خلاص به مغز افند و پوسیده جمهوری اسلامی رها کرده ایم. آرام ننشینیم، لحظه ای آرام ننشینیم. خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است. در این راه بمانید که خاموش نمیرید. رالف والدو امرسون، نویسنده و فیلسوف آمریکایی. آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد. ما باید در به دست آوردنش از دل و جان دریغ نکنیم، چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی سهل و آسان به دست آمده باشد. بعد از این کلیپ کوتاه از زندگی پربار دکتر غلام حسین ساعدی که امیدواری مورد استقبالتون قرار گرفته باشه، اجازه بدین تا با هم به سراغ خانم شیلان نوایی، زندانی سابق سیاسی و فعال حقوق بشر بریم و به دیدن گفتاری از ایشون در رابطه با سخنان آخوند جنایتکار پور محمدی از عاملان کشتار و قتل عام زندانیان بی‌دفاع سیاسی در رژیم آخوندی و تلاش وی برای رفع و رجوع نمودن جنایات سازمان داده شده بنشینیم. از همکاری خوب خانم نینوایی گرامی ممنون هستیم. سلام و درود. تازه ترین اعترافات از سوی آخوند دشخیم پور محمدی در رابطه با سرکوب خونین و اعدام‌های دهه 60 پرده از ابعاد جنایاتی برداشت که علیه بشریت صورت گرفته. وی که اکنون به دلیل مشارکت در کشتار فرزندان ایران در لیست بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد، در این مصاحبه اقرار کرده: ما اشتباهات را میپذیریم. قرار نیست پنهان کاری کنیم. بسیاری از افراد به شدت تحت تاثیر جو عمومی قرار داشتند. نمیخواهم اسم ببرم. میگفتند آقا مثل فلانی اعدام کن، اعدام کن. اما واقعیت اینه که بعد از گذشت قریب به 4 دهه از قتل عام و نسل کشی علیه دگراندیشان، به ویژه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین، دیگر نمیتوان این جنایت را اشتباه نامید. این جنایت ریشه در یک سیاست راهبردی و از پیش طراحی شده به نام نسل کشی داشت. سیاستی که پشت آن شخص خمینی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران قرار داشتند. در این رابطه هم فتوای خمینی با دست خودش صادر و علنی شده. در خاطرات آقای منتظری اومده که احمد خمینی از سالها قبل اصرار داشت که باید تمامی مجاهدین، حتی روزنامه‌خوان‌های اونها، اعدام بشن.
بر اساس داده‌های مقاومت ایران، رژیم آخوندی تا به امروز بیش از 120,000 تن از فرزندان این میهن را به دلایلی مانند روزنامه‌خوانی، کتابخوانی، شرکت در تظاهرات یا فقط هواداری از مجاهدین و سایر سازمان‌های سیاسی به جوحه‌های اعدام سپرده. بسیاری از این افراد به ویژه در سال سیاه 67 بدون هیچ گونه شفافیت حقوقی، بدون وکیل و بدون حق دفاع در پشت درهای بسته به اعدام و بلافاصله به جوحه‌های مرگ سپرده شدند. تنها در تابستان سال 67 بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز که دوران محکومیت خودشون رو سپری می کردند با یک فتوای خمینی به مرگ محکوم شدند. هنوز بسیاری از خانواده ها از گورهای دست جمعی، محل دفن عزیزانشان و سرنوشت همسر، فرزند یا بستگان خویش هیچ اطلاعی ندارند. این آخوند شکنجهگر در ادامه با وقاحتی بی حد و حصر میگه خودمان هم قبول داریم که شاید 5 مورد اشتباه هم شده باشد. میپذیریم که در چند مورد در دهه 60 درست عمل نکرده باشیم. آری، به این آخوند دشخیم که بر سر سفره خونین نشسته و از آن ارتزاق میکند باید گفت اگر راست میگویی به قول خودت موضوع قتل عامها در ایران صرفاً به 5 مورد برمیگرده، پس درهای زندان رو باز کنید. اجازه بدید کمیته حقیقتیاب با نظارت سازمانهای مدافع حقوق بشر، مقاومت ایران و سازمان ملل وارد ایران بشه تا روشن بشه ابعاد واقعی جنایت رژیم علیه جوانان و مردم ایران تا چه حده. گورهای دست جمعی در کدام نقاط کشور قرار دارند و چه بر سر کودکان و فرزندان اعدام شده در سیاه چالهای این رژیم اومده. باید با صراحت گفت موضوع قتل عام زندانیان بی‌دفاع سیاسی در رژیم آخوندی یک سیاست راهبردی بود و تمامی آمران و عاملان این جنایات هرگز از بازخواست و دادخواهی در امان نخواهند ماند. شاخص روشن این حقیقت وجود 71 قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد و جامعه بین الملله و فهرست بالا بلندی از افراد حقیقی و حقوقی که به عنوان جنایتکاران تاریخ که در رأس اونها افرادی مثل آخوند پور محمدی قرار دارند مهر تأییدی است بر ابعاد جنایات سازمان یافته توسط دیکتاتوری ولی فقیه. افزون بر این واقعیات باید به فراخوان جنبش دادخواهی از سوی خانم مریم رجوی اشاره کنیم. جنبشی که امروز به موتور محرکی برای عدالت‌خواهی و کشاندن آمران کشتار مردم ایران به ویژه شخص آخوند پور محمدی و دیگر سران حاکمیت تبدیل شده. سخن از جنبش عظیم بر پای درد و رنج میلیون‌ها هموطن ما که طی 4 دهه کشتار، سرکوب، اعدام و نقض فاحش حقوق بشر نور انداخته به تاریک خانه بیت خمینی و خامنه ای و به افشای ابعاد جنایات سازمان یافته این رژیم پرداخته. من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و کسی که شخصاً جنایات رژیم رو در زندان‌ها دیده و تجربه کردم تاکید می‌کنم این دروغ پردازی ها و خیال بافی ها هیچ کدام از دردهای بی امان این رژیم را نمی‌کاهد، بلکه فقط باعث می‌شوند جامعه دردمند ایران نسبت به آنچه گذشته هوشیارتر، آگاهتر و مصممتر شوند. باشد آن روزی که مردم ایران همه جنایتکاران و قاتلان فرزندانشون رو پشت میز محاکمه ببینند. به یقین آن روز دور نیست. تا هفته آینده، خدا نگهدار. نگاه کن که غم درون دیده‌ام،
نگاه کن که غم درون دیده‌ام، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه و سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. سرزمین عطرها، ز سرزمین نورها، ز آچاز ابرها و لوها، آچاز ابرها و لوها. مرا ببر مرا ببر امید دل نواز من، مرا ببر مرا ببر امید دل نواز من. فراتر از ستاره می نشانیم، به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم.
اجازه بدین تا به سراغ ورزشکار ملی میهنمون آقای بهرام مودت بریم که با تازه ترین تحولات در زمینه ورزش، وجود فساد ساختاری و باندبازی های رژیم آخوندی در این بخش سلامت در کشور آشنا بشیم. با تشکر از آقای مودت گرامی برای همکاری خوبشون. گرمترین و صمیمانه ترین سلام های ورزشی رو خدمت شما عزیزانم تقدیم میکنم. شما هموطنان، شما ورزش دوستان. گزارشی تقدیم شما میکنم از سرویس ورزشی تابناک. تنها چند روزی پس از جنجال مصاحبه علیرضا بیرانوند در سیمای جمهوری آخوندها که ناخواسته از نوعی رانت و سوء استفاده از شهرت و البته سیستم معیوب و فاسد آموزش عالی آخوندها پرده برداشت. اتفاقی که پرمعنا و قابل توجه است. اتفاقی که به نظر انقدر بزرگ و مهم هست که بتوان تا مدتها درباره آن صحبت کرد و مثالهای فراوانی زد. در این گزارش آمده ریحانه مبینی که به نخستین زن تاریخ ایران تبدیل شد که در رقابت‌های قهرمانی 2 و میدانی آسیا به مدال طلا دست یافت. در واقع 26مین دوره رقابت‌های 2 میدانی قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی به خاستگاه نمایش توانمند و استعداد دختری تبدیل شد که سالهاست در سکوت خبری تلاشی خستگی ناپذیر داشته، مثل همه دختران و زنان ورزشگاه، و در کمین روزی بوده که نام خودشو بر سر زبانها میاندازد. ریحانه مبینی پدیده پرش طول ایران و عضو تیم ملی 2 و میدانی زنان با شکستن رکوردهای ملی نام خودش رو به عنوان یکی از استعدادهای این رشته مطرح کرد. او در این سرده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رکورددار این ماده است. موفق شده در مسابقات قهرمانی آسیا با پرشی به طول 6 متر و 40 سانتی متر مدال طلا و مقام قهرمانی آسیا رو در رشته پرش طول از آن خودش بکنه. قهرمانی ریحانه در آسیا در حالی رقم خورد که معمولاً اولین ها مورد توجه بسیاری قرار می گیرند و الهام بخش بسیاری از افراد جامعه می شوند، به خصوص دختران نوجوان و جوان که دوست دارند مسیر مورد علاقهشون را با موفقیت طی کنند. حالا مبینی به عنوان نخستین زن طلایی تاریخ ایران در رقابت‌های قهرمانی 2 و میدانی آسیا صاحب یک چنین جایگاهی و چنین اعتباری شده است. با تمام این اوصاف موضوع معنیداری که به ورزشکارانی چون علیرضا بیرانوند و مبینا نعمتزاده پهلو میزند، البته اینجا من نظر شخصی من در مورد افراد خاصی یا ورزشکاران خاصی مثل بیرانوند و نعمتزاده نیست، بلکه موضوع بر سر فسادی است که در تمام حوزه‌ها به خصوص در فوتبال و به خصوص در آموزش عالی تحت حاکمیت آخوندها وجود داره. اشاره من و تاکید من به این مطلب است. این است که مبینی در رشته دندانپزشکی تحصیل میکند و اون هم وقتی که بدون هیچ گونه کمک و
پشتیبانی و بدون هیچ گونه راند، سهمیه و توقع از مسئولان برای در اختیار داشتن سهل و ساده صندلی دانشگاه موفق به انجام این مهم شده است. سایت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با اشاره به قهرمان این ورزشکار نوشت: ریحانه مبینی نه تنها ورزشکاری توانمند در عرصه بین‌المللی است، بلکه در مسیر تحصیل نیز استوار گام برداشته و دانشجو رشته دندان پزشکی است. ریحانه مبینی پیشتر در مصاحبه اعلام کرده بود که ورزش برای او در اولویت است، اما به دلیل علاقه عمیق به دندان پزشکی و تلاشی که طی 1 دهه برای این مسیر کرده قصد ندارد اون رو رها کند. ریحانه مبینی با نام کامل ریحانه مبینی آرانی متولد 30 آبان 1379 در شهرستان آران و بیدگل است. او حدود 4 سال پیش و در حالی که موفق به شکستن رکورد ملی بعد از 45 سال شده بود، در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها تاکید کرد که تمرکزش را روی داشته‌هایش گذاشته، نه محدودیت‌هایش. واقعا جمله قشنگی است. تمرکزش رو روی داشته‌هاش گذاشته، نه محدودیت. شاید یکی از مهمترین رموز موفقیت او در 2 عرصه تحصیل و ورزش قهرمانی رو بتوان همین نگاه و اراده مثال زدنی او دانست. مبینی در بخشی از مصاحبه خود که شاید لازم است توجه ورزش دوستان رو جلب بکنم بیشتر روی آن گفته بود: من بیشتر از این که نگران پاداش باشم نگران شرایط تمرینم هستم و دلم میخواد امکانات تمرینی خوبی داشته باشم و فرصت اردو خارج از کشور برایم فراهم شود. پیستی که در آن تمرین میکنم تارتان نیست و آرزوی من این است که روی تارتان تمرین کنم. واقعا تمرین روی پیست خاکی، دقت بکنید، قهرمان 2 میدانی و رکورددار ملی در پیست خاکی تمرین میکنه و مسابقه میده و بعد این که قراره در مسابقات بین‌المللی از جمله همین مسابقات آسیایی روی پیست تارتان بدوه، خودش اینطور عنوان میکنه که مسابقه روی پیست استاندارد بعد از اینکه تمرینات روی پیست خاکی هست کار رو سخت میکنه. رکوردها با هم متفاوت است. بین رکوردی که در پیست خاکی ثبت میکنم با پیست استاندارد حداقل 70 سانتی متر تفاوت داره. ساعت تمرینی هم که به من اختصاص داره ساعت مناسبی نیست. میگویم پیست در اختیار آقایان است و من باید ساعت 9 تا 11 شب تمرین کنم که این ساعت تمرین از جهاتی برای من مشکل و اذیت کننده است. مربی من مرد است و میگوین اگر ساعت دیگری تمرین بکنی برایت درد سرساز هست. عجب. در شرایطی تمرین میکنم که پروژکتورهای ورزشگاه را خاموش میکنم و فقط 1 لامپ روشن است. حالا ریحانه مبینی بیش از پیش مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته. او نخستین زن ایرانی قهرمان آسیا در رشته پرش طول 2 میدانی است. ریحانه تنها یک نمونه است و مطمئنا در هر گوشه از ایران نمان استعدادهای ناشناخته هستند که با امکانات و توجه بیشتر و با آزادی و حق انتخاب البته که میتونن به آنچه که علاقمند هستن و تواناییشون رو دارن استعدادهای خودشون رو نشون بدن و بتونن به رویاها و آرزوهای خودشون جامعه عمل بپوشونن. در پایان این مطلب آمده است که ای کاش ریحانه مبینی به تنهایی این توانایی را هم داشت که سالها بعد و پس از پایان تحصیلاتش در رشته دندان پزشکی دندانهای لق و کم خورده و فاسد ورزش تحت آخوندها رو که با دکترای جعلی و قلابی یکی از آفتهای ورزش و حتی جامعه محسوب می شوند را جراحی کند و دور بیاندازد. من اینجا تاکید می کنم که دیر نخواهد بود که شاهد روزی باشیم که
پس از سرنگونی این رژیم شاهد شکوفایی ورزش و ظهور دختران نوجوان و جوان که حتما میتونن افتخاراتی رو برای خودشون، خانوادهشون، محلشون، شهرشون، استان و ایران به دست بیارن. مطلب بعدی که خدمت شما تقدیم میکنم و حتما با توجه به حساسیت موضوع و اینکه یکی از دردناکترین و وحشتناکترین خبر در حوزه ورزش است، اون هم تجاوز به یک بانو کره جنوبی از طرف 2 یا 3 ورزشکار دو و میدانی به اصطلاح و مربی در کره جنوبی میبخشید و حتما در جریان این خبر هستید. همونطور که اطلاع دارید خبری عجیب و جنجالی در رسانه‌های کره جنوبی منتشر شد که بلافاصله با توجه به اینکه به هیچ وجه این خبر غیر قابل انکار بوده، در رسانه‌های داخلی هم بازتاب‌های زیادی داشت. در گزارشی که کوریا دیلی منتشر کرد که در وهله اول برای همه ما، همه ورزش دوستان، همه ورزشکاران بهت‌آور و حیرت‌آور بود و انتظار می‌رفت که حداقل این خبر درست نبوده و بشود تکذیب کرد، که اما از اونجا که این خبر واقعی و حقیقت داشته هیچ گونه تکذیب نامه و یا انکار این خبر وجود نداشت. متاسفانه ما این ماجرا را همون گونه که بوده و ساعتی بعد از واقعه حتی فدراسیون دو و میدانی آخوندها هم تایید کردند و واکنش رسمی از طرف مسئولین به اصطلاح وزیر ورزش و دیگر مسئولان داده شد. البته مشخص بود که این رسوایی بزرگی است که اتفاق افتاده. حتی علی کفاشیان که مدت‌ها رئیس فدراسیون فوتبال بوده و دوباره در همین دایره معیوب و بیمار ورزش حالا عضو هیئت رئیسه فدراسیون دو میدانی شده است، چنین واکنشی داشته. من از کسب 2 طلا و 1 نقره شاد بودم تا اینکه رسانه‌ها رو ساعت 11 صبح بررسی کردم و دیدم که همه جا نوشتن ملی پوشان دو و میدانی به اتهام اخلاقی بازداشت شدند. از شنیدن این خبر شوکه شدم و دیگر مسئولین از جمله احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کسان دیگه. ولی اون چیزی که من اینجا میخوام تاکید بکنم و گزارشاتی در مورد واقعا تخریب اخلاقی و فرهنگی در ورزش رو خدمت شما تقدیم کردم که تا چه اندازه در عمق ورزش ما شاهد یک چنین تخریب و ویرانگری هستیم. از کتککاری و دعواها در میادین ورزشی، از توهین‌های مربیان به یکدیگر یا بازیکنان و یا دزدی و فساد و راندخواری در سطح مسئولین و بسیار بسیار اخبار واقعا دردناکی که در حوزه ورزش که باید یک حوزه پاک و مقدس باشه رو ما شاهد بودیم. دلیلش وجود همین رژیم آخوندهاست، هیچ چیز دیگری نیست. جامعه آسیان زده، نوجوانان و جوانان بی آینده و با این همه فشارهای معیشتی و بحرانهای که هیچ راه حلی وجود نداره در موردش مگر اینکه در فردای آزاد ایران. به هر حال این 26مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا که از 6 خرداد تا 10 خرداد در مجموعه ورزشی شهر گومی کره جنوبی برگزار شد، اگرچه در ابتدا
قهرمانانی تونستن مدال هایی رو بگیرن، از جمله ریحانه مبینی که موفق شد در رشته پرش طول برای نخستین بار، همونطور که در گزارش قبلی خدمت شما عرض کردم، مدال طلا رو کسب کنه، و یا همینطور محمد رضا طیبی که طلا گرفت، علی امیریان نقره. اما کاری که این سه ورزشکار و این مربی انجام دادن و منجر به بازداشت آنها شدن که حالا منتظر محاکمه آنها باشیم و یا باز هم در پشت پرده و در امتداد و استمرار سیاست مماشات باز شاهد یک ترفند و توطئه دیگه باشیم و اینجا اونجا بشنویم که یکی یا دوتا آزاد شدن، اما هیچ تأثیری در این رفتار زشت و غیر اخلاقی نخواهد گذاشت. اتهام تجاوز جنسی به یک زن کره‌ای حدوداً که حدود 20 ساله بوده، واقعا در همطوری گفتم رسانه‌های کره‌ای بیداد کرده. به اینطور در اخبار آمده که یک ورزشکار با یک زن کره‌ای آشنا میشه و وقتی اون رو به اتاق هتل میکشونه، در اونجا این زن متوجه میشه که یک ورزشکار دیگر و یک مربی که پنهان شده بودن اونجا هستن و به او حمله کردن. او بعد از اینکه فرصتی رو به دست آورده و در حمام محل استقرار یعنی هتل و به عبارت لوکیشن خودشو به پلیس خبر داد که بلافاصله پلیس در صحنه حاضر شد و این سه فرد رو و البته فرد چهارمی بوده که این دختر ادعا کرد که او هیچ نقشی در این موضوع نداشته و این سه نفر رو بازداشت میکنه. این خبر همونطور که گفتم واقعا دردناکه، به خصوص برای جامعه ورزشی که میخوان ورزش کنن، علاقمند هستن و یا هواداران که علاقمند به تماشا هستن و اینکه محیط پاکی باشه و خانواده ها بتونن حضور پیدا بکنن. اما متاسفانه ما روزمره شاهد یک چنین اخبار زشت و زننده‌ای هستیم. به هر حال این اتفاق که عجیب و تأسف‌بار است فقط آبروریزی بیش نیست. چه باید گفت؟ فقط باید به آینده ایران اندیشید و اون هم پس از سرنگونی این رژیم. شاد و سربلند باشید. آخه عزیزترین عزیزا مهمونمه، خوبترین خوبا مهمونمه، حس میکنم که دنیا مال منه، یه فتنه جوی زیبا مهمونمه. شمپو چرا خوب اون توی شراب خوب، گل کو شیشه گلاب کو، شیشه گلاب کو کو کو. یه عزیزی داره که جون به پای اون عزیز میگذاره، اون که واسش جونم و راحت میدم، امشب تو این خونه قدم میگذاره. شمپو چرا خوب اون توی
تنگ شراب کو، گل کو، شیشه گلاب کو. آخه عزیزترین عزیزا مهمونمه، خوبترین خوبا مهمونمه. حس میکنم که دنیا مال منه، یه فتنه جوی زیبا مهمونمه. شمپو چراغ کو، اون تنگ شراب کو، گل کو، شیشه گلاب کو، شیشه گلاب کو کو کو. تو دنیا هر کسی عزیزی داره که جون به پای اون عزیز میگذاره. اون که واسش جونم و راحت میدم، امشب تو این خونه قدم میگذاره. شمپو چراغ کو، اون تنگ شراب کو، گل کو، شیشه گلاب کو، شیشه گلاب کو. خب دوستان، بعد از این گفتار ورزشی و قطعه زیبای گل کو گلاب کو از فریدون فرحی، اجازه بدین تا به موضوع بعدی بپردازیم. و اما موضوع بعدی مربوط میشه به بحران محیط زیست در ایران آخوند زده که اکنون خود را در خشکسالی، غارت زمین‌ها و جنگل‌ها، وجود انواع و اقسام باندهای مافیایی و یا تخریب عامدانه محیط زیست به نمایش گذاشته. این گفتار دوست و همکار خوبمون آقای حمید معاصر، معاون پیشین محیط زیست در استان آذربایجان آماده کردند که ضمن تشکر از ایشون با اون گوش فرا میدیم. سلام‌های گرم و صمیمانه خدمت شنوندگان و بینندگان محترم زنج هفته. در ادامه گفتارهای قبلی در ارتباط با آشنایی به مسائل مربوط به محیط زیست، در این برنامه معرفی پارک ملی دریاچه ارومیه و بحران مربوط به خشک شدن اون می‌پردازم. پارک ملی دریاچه ارومیه به مساحت تقریبی 465,000 هکتار یکی از زیباترین و بزرگترین پارک‌های ملی حفاظت شده ایران و دومین دریاچه شور جهان است. دریاچه ارومیه و جزایر آن جزو میراث گرانبهای اکولوژیکی ایران و جهان بوده و به لحاظ ویژگی‌های زیست محیطی و با ارزش از سال 1346 عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید. از سال 1354 این دریاچه به مثابه ذخیره‌گاه طبیعی بیوفسفور در برنامه انسان و کره زمین سازمان یونسکو جای گرفته است. جدا از ارزش اکولوژیکی این مجموعه بی‌نظیر، حاوی ارزش‌های علمی و پزشکی و توریستی و اقتصادی و کشاورزی ذی‌قیمتی است. این بخش جغرافیایی با داشتن دشت‌های جالبی مانند دشت پیرانشهر، میانداب، ارومیه، تبریز، اوشچی، عجبشیر، آذرشهر، مراغه، اشنویه، شبستر، سلماس، نقده و مهاباد یکی از کانون‌های ارزشمند فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و گردشگری به شمار می‌رود. این دریاچه با طبیعت وحشی خود و با داشتن بیش از 100 جزیره یکی از زیستگاه‌های پر اهمیت برای پرندگان و حیات وحش می‌باشد. 212 گونه پرنده در این منطقه ثبت شده است که شامل انواع اقسام آنها مثل فلامینگوها، انواع قازها، اردک‌ها و پلیکان‌ها و انواع مرغ وحشی. پوشش گیاهی آنها نیز بسیار متنوع و از گیاهان شورپسند تا گیاهان شنپسند و گیاهان خشک‌زی و آبزی هستش. بیش از 1500 گونه گیاه آوندی در این منطقه به ثبت رسیده است که ارزش علمی و اقتصادی بسیار ارزشمندی
برخوردار است. آب دریاچه ارومیه حاوی مواد معدنی است که برای درمان بعضی بیماری‌های مثل بیماری تیروئید مؤثر است و املاح کرانه‌های ساحلی آن برای درمان بیماری‌های مفاصل از اهمیت شایان برخوردار است و مجموعه این عوامل باعث جذب گردشگران و توریست‌ها از داخل و خارج به سمت این دریاچه می‌شد. اما زندگی در پارک ملی ارومیه منحصر به پرندگان زیبا نیست. جزیره چبودان به مساحت تقریبی 3200 هکتار بزرگترین جزیره غیر مسکونی و زیستگاه انواع پستانداران وحشی مثل گوسفندمیش ارمنی و موش صحرایی است. در جزیره اش دومین جزیره بزرگ است. زیستگاه جوزن کمیاب خالدار است. پوشش گیاهی جزایر نیز نمونه‌ای برای بررسی اجمالی موقعیت گیاهی منطقه است. گونه‌های مختلف بادام وحشی، ارس کوهی، خوشک، بادام کوهی و غیره پوشش سطحی خاک را ترکیبی از بوته‌های کوتاه و گیاهان علفی و گندمیان وحشی تشکیل می‌دهد که از تنوع خاصی برخوردار است. گیاهان مختلفی نیز در این جزایر زیبا دیده می‌شود. ترکیب اکولوژیکی این جزیره در فصل بهار و تابستان یکی از زیباترین جلوه‌های میراث طبیعی است که قلم از وصف آن عاجز است. اکنون این سرمایه ملی در حال مرج است که بعداً در برنامه‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. در قسمت‌های نیمه جنگلی جزیره چبودان آنچه بیشتر به چشم می‌آید پسته وحشی است که همراه با درخت‌های دیگر نظیر بادام و وحشی، ارس کوهی، خوشک، بادام کوهی و گوجه وحشی در بستری از بوته‌های کوتاه و علفی پراکنده بوده و در بعضی نقاط در اثر وضع خاک و شیب زمین حالت نسبتاً انبوهی پیدا کرده است. پوشش سطحی خاک از ترکیبی از بوته‌های کوتاه گیاهان علفی و گندمیان وحشی تشکیل می‌دهد که از تنوع خاصی برخوردار است و در آن انواع گیاهان اقلیم‌های مختلف فلات مرکزی ایران از قبیل اقلیم خشک زلجه‌ای، ارتفاعات خشک و نیمه خشک به چشم می‌خورد. گیاهان مختلفی نظیر دم اسبی، علف گوسفندی و جو وحشی نیز در این جزیره دیده می‌شود. از میان گیاهان بوته کوتاه میتوان از درمنه، ریشک‌بزه، انواع جوانها، جارو و کلاه میرحسن نام برد. اما گیاهان علفی تنوع بیشتری دارند که در بین آنها گلهای وحشی ارتفاعات نیمه خشک نظیر قدوسه، بومادران، میخک وحشی و آلاله وحشی فراوان بوده و در فصل بهار زیبایی خاص و شورانگیزی به منطقه ارزانی می‌دارند. در مجموع بیش از 1500 گونه گیاه در این منطقه به ثبت رسیده که از ارزش علمی و تحقیقاتی و اقتصادی بسیار ارزشمندی برخوردار است. این تنوع عظیم گیاهی در فصل بهار و تابستان یکی از زیباترین ها برای گردشگری و توریست است. این مجموعه عظیم اکولوژیکی و زیست‌محیطی یکی از مراکز مهم تحقیقاتی در زمینه علم گیاهشناسی و زمینشناسی است که از سراسر جهان و داخل برای تحقیق به محل می آمدند و پذیرای دانشمندان و دانشجویان رشته‌های مختلف گیاهشناسی بود. با توجه به همه ویژگی‌هایی که خشک شدن دریاچه ارومیه چه لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری به سرمایه‌های زیستی منطقه و کشور می‌زند و چه امکانات علمی و توریستی و اقتصادی از دست می‌رود و چه لطمه‌ای به تعادل آب هوای طبیعی وارد می‌شود. در اینجا به علت ضیق وقت برنامه را به پایان می‌دهیم و بقیه گفتارها را به برنامه‌های آینده موکول می‌کنیم که عبارتند از در واقع ویژگی‌های جزیره چبودان و جزیره اش میباشد و در ادامه اون برنامه به بحران‌های زیست محیطی که رژیم عامل اون بوده است خواهیم پرداخت.
پیروز و موفق باشید. اینم قطعه زیبایی بود از آقای امیر آرام، شاعر و هنرمند عضو شورای ملی مقاومت. خب دوستان، حال نوبت به طنز این مجموعه رسیده به نام دستفروشی آقا جونینا و موزیک طنز هلی هلی عظما در وصف حال امروز عظمای درمونده که اون رو مثل هفته‌های گذشته از سیمای آزادی یاری گرفتیم. ضمن تشکر آرزوی سلامتی برای دوستانمون در این رسانه ملی، امیدواریم که این قطعه طنز زیبا مورد استقبال شما قرار بگیره.
دستمال کاغذی دارم، دستمال سفره، دستمال حوله، دستمال دماغ، بدو بیا. وای خدا سرم رفت. اینجا که پرنده میزنه، تو برای کی داد میزنی؟ اما سفتر راست میگه دیگه، داد زدن دیگه قدیمی شده قربان تو برم. الان باید از هوش مصنوعی استفاده کنی. ناسلامتی رو به اول قرن 21 هستیم ما. قرن 21 مال و کشورهایی که آخوند ندارن. ما الان نهایتش تو سال دوم قبل از میلادیم. اون که درست، ولی تو هم اگه عرضه داشتی با اون مدرک لیسانست به جای دست فروشی الان توی شرکت درست و حسابی مدیری چیزی میشدی که یه لقمه نون درست و حسابی گیرمون میومد. ببین آقا سفتر، توی این مملکت هیچ کس رو نمیشه به خاطر موفق نشدن سرزنش کرد. مطمئنم حتی اگر استیو جابز هم در ایران بود یا میومد، الان نهایتش گوشه خیابان روی یه جعبه میوه داشت سیگار بابا میفروخت و گاز فندک پر میکرد. قربان تو برم. این که گفتی درست، ولی اگه آقا جون با پسندازاش دستمون میگرفت به این وضع نمیافتادم. پسنداز؟ آره دیگه. نگاه بکن، یکی از دوستان وقتی میخواست وارد بازار کار بشه، باباش 500 میلیون وام بهش داد که کسب و کارش راه اندازی بکنه. اون وقت من بدبخت بعد از دانشگاه با آقا جان گفتم کمکم کن کسب و کار خودم رو شروع بکنم. رفت برام 4 تا رول دستمال کاغذی یه 4 پایه خرید، گفت برو جلو مترو وایسا کاسبی کن. اینم از شانس ما. از سرتم زیاد بود. به خدا اسم من اگر مراد هم بود زندگی الان بر وفق منوشر میگذشت. خب میگی چی کار کنم؟ واسم همین بود. مگه آخو پول گذاشته که تو جیب من بمونه؟ خسرو، حالا اون رفیقت که 500 میلیون از باباش گرفت الان کارپارش چطوره؟ سکست دیگه ها؟ الان دقیق نمیدانم، چون 6 ماه تو بیمارستان بستریه. میگن رفته تو کما. تو کما؟ آره خب، به خاطر نوسان قیمت دلار ورشکست شد، چک برگشتی هاشو نتونست پاس بکنه، سکته کرده رفته تو کما. خدا رحم کرد بیشتر از 4 تا رول دستمال کاغذی خرجت نکردم، ولی الان باید خرج بیمارستان و پول کمبوتت هم میدادم. ببین آقا سفتر جان، مشکل از جای دیگه از قربان تو برم. ورشکست شده رفتی به دوستش نداره که. چرا؟ ببین تو دبیرستان ما 2 تا رفیق داشتم، یکیشون فول تایم درس میخوند و آخر هم با نمره بالا رفت تو کار دولتی. او یکی هم که درس خون نبود، درس رو ول کرد رفت دنبال دلال بازی. هفته پیش ازش خبر گرفتم، فهمیدم اون درس خونه به خاک سیاه نشسته. نه بابا، اون دلاله هم به خاک سیاه نشسته. بقیه بچهای کلاسمون هم همینطور، کلن هممون به خاک سیاه نشستیم، هممون. واقعا دلم میخواد زندگیم به حالت عادیش برگرده، فقط یادم نمیاد حالت عادیش چطوری بود. بچه جان، تا زمانی که تو این مملکت آخوند بر تاج و تخته، زندگی هیچ کس به حالت عادی بر نمیگرده، مگر اینکه همت کنیم و اون خرمگسشونو از بیت العنکبوت بکشیم پایین. اون وقت هم زندگی مردم عادی میشه، هم کسب و کار تو به راه میشه، هم دوست عزیزی از کما در میاد، هم پول تو جیب من میاد. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم. و علیکم السلام. کمرم طوری شکست که نمیتونم پاشم، بعد ابرام بعیده دوباره آزماشم، تو مسیر یه پایگی هیچکی واسه من پایه نیست، اینجوری که پوش میاد باید بریم چاره نیست. هلی 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 کن با روزه برام پلی کن، داریم میاییم امام پیشت لاجن سلام علیکم. هلی 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 کن با روزه براش پلی کن، امام میخواد بیاد پیشت بگو سلام علیکم. تیولا تیولا هلی 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 به پاکان خیابونا اختشاشه، ای وای ای وای رئیسیم خالی جاشه، ای وای ای وای از جمع ما بدتر نباشه، ای وای ای وای
عمر منم آخرشه. ای وای ای وای هلی 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 کن بود روز برام هلی کن داریم میاییم امام پیشت لاجن سلام علیکم. هلی 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 کن بود روز براش هلی کن امام میخواد بیاد پیشت بگو سلام علیکم. هلی 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 بپاکن. این دفتر از جنگ هفته مجموعی از برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین هم به پایان خودش رسید. امیدواریم که سبد این هفته مورد استقبال شما قرار گرفته باشه. لازم به ذکر است که برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین از طریق فیسبوک و در کانال پشواک همبستگی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی قابل دریافت می‌باشه. همچنین برنامه‌های ما در روزهای یکشنبه و دوشنبه در همین کانال و زمان باز پخش میشن. زمان پخش برنامه‌های تلویزیون ایران زمین رو به دوستان و علاقمندان هم اطلاع بدید. در اینجا جا داره تا از همکاری ارزشمند تمامی دستاندرکاران و دوستان برای تهیه این برنامه‌های متنوع تشکر کنیم و برایشون بهترین ها را آرزو مندیم. از پیشنهادات و انتقادات شما برای بهبود کارمون استقبال می‌کنیم و برای همگی شما عزیزان هفته مملو از سلامتی آرزو داریم. تا هفته دیگر و سبد دیگر از مجموع برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران زمین شاد و سلامت باشید.